این ویروس جدید که اومد و همه رو درگیر کرد، علائم کرونا هم داره، سرفه خشک، تنگی نفس، بدن درد. منم گرفتم ولی تو 24 ساعت درمان شدم. ولی خیلی‌ها رو میبینم 1 هفته 10 روزه تو جاشون افتادن. چرا؟ چون هنوز گرمیجات میخورن. دمنوش زنجبیل، آویشن، پونه. نباید گرمی بخوری. وقتی سرفه خشک داری، وقتی میخوای صحبت کنی نفس کم میاری، راه میری نفس کم میاری، تنگی نفس داری، این یعنی حرارت کبدت بالاست، چون در مجاورت با ریه است، اکسیژن رو توی ریه میسوزونه، باعث تنگی نفس میشه، باعث سرفه خشک میشه. من با ختمی و پنیرک و آب لیمو درمانش کردم. ختمی پنیرک و اندازه هم بگیر بجوشون، ولرم که شد 1/3 استکان آب لیمو بریز داخلش، بخور. شیر فراوون، آب سیب فراوون هم بخور.